تو میتونی انگلیسی رو زندگی کنی، نه فقط یاد بگیری. دوستان درجه یکم سلام. امیدوارم که حسابی سر کیف باشید و حال دلتون کوک کوک باشه. دوستان خوب من، دکتر مجیک هستم در خدمت شما با آموزش جلسه 4 از کتاب تین تو تین 1. دوستان من صفحه 9 هستیم و رسما میخوایم وارد بخش اول کتابتون بشیم. اما قبل از اینکه درس جدید رو شروع بکنیم، دوست من میخوام که یه سری محکم کاری‌ها از 3 صفحه گذشتمون با همدیگه انجام بدیم. لطفاً با من بیا به صفحه 6، به اولین صفحه آموزشی از کتابمون. نگاه کن دوست خوبم، ببین با چی شروع کرد کتاب. Welcome to، یعنی خوش آمدید به تین تو تین. دوستان من، این 3 صفحه که با هم در جلسات گذشته خوندیم صفحات خوش آمدگویی بود. من میخوام شما یه سری چیزا رو از این 3 صفحه باهاش یه کارایی انجام بدید. اولین چیزی که ازتون میخوام اینه که دوست خوبم ازت میخوام دیکته تمرین کنی. ازت میخوام چه کار کنی؟ لطفاً دیکته تمرین کنی. یعنی طرز نوشتن واژه ها رو یاد بگیری. اگر بهت گفتم برام بنویس repeat، بلد باشی دوست خوبم. باشه؟ پس یه سری واژه ها رو فعلا دوست خوبم دقت کردی؟ فعلا در ابتدای کار یک سری واژه ها رو ازت میخوام دیکتهشون و نوشتنشون رو خوب تمرین کنی. کدوم واژه ها؟ این واژه ها دوست من read، listen، repeat، write و look. بریم صفحه بعد. این 13 تا واژه board، marker، teacher، student، picture، table، book، desk، pencil، eraser، chair، notebook و pen. دوستان اعداد از 0 تا 10، 0 to 10. لطفاً دیکتش رو یاد بگیرید. اعداد از 11 تا 20، 11 to 20 و همچنین عددهای 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 و 100. لطفاً خوب این واژگان رو دیکته و نوشتنش رو تمرین کنید. اما چطور از خودتون دیکته بگیرید؟ چطور مطمئن بشید که نوشتن این کلمات رو عالی بلد شدید؟ دوست خوبم، وایس رکوردر گوشیت رو باز کن. قسمت ضبط صدای گوشیتون رو باز میکنید. از این واژگانی که گفتم از روی کتابتون یه بار میخونید. یعنی همه این واژه‌هایی که زیرشون یه خط سبز کشیدم گفتم دیکتهشون رو بلد بشید. لطفاً از روی این واژه‌ها بخونید، صدای خودتون رو ضبط کنید. بعد صدای ضبط شده‌تون رو مجدداً پخش کنید و هر واژه‌ای که شنیدید رو بنویسید. بعد از اینکه نوشتید هم مجدد بیایید سراغ کتابتون، به کتابتون مراجعه کنید و چک کنید که هر واژه رو درست نوشتید یا نه. خب، این از این. دوست خوبم، نکته بعدی که ازت میخوام اینه که دقت کردی که من تو این 3 صفحه چه کار کردم؟ من همه جای کتاب رو خوندم دوست خوبم و معنی کردم برات و تلفظش رو سعی کردم با دقت بهت یاد بدم. ازت میخوام تو هم همین کارو بکنی. لطفاً فایلای صوتی تو گوش بده، مطمئن شو که تلفظها رو درست یاد گرفتی. یه سری جاهای کتاب رو هم اگر کتاب نخونده، مثلا اینجا رو ممکنه کتابتو نخونده باشه. اوکی؟ مثلا اینجا رو یا هر جای دیگه، به طور کلی دارم میگم، اون قسمتی از کتاب رو که نخونده خود کتاب، یعنی خود این فایلای صوتی نخوندن، مراجعه کنید به دیکشنری های آنلاینی که توی اینترنت وجود داره. واژه رو یادداشت بکنید، روی اون قسمت بلندگوش بزنید و تلفظ اون واژه براتون گفته میشه. اول مطمئن بشید که واژگان رو درست تلفظش رو یاد گرفتید. این یک. بعد از اینکه مطمئن شدید که درست یاد گرفتید، لطفاً برگردید به صفحه 6. از بالای صفحه همونطوری که من خط به خط خوندم و معنی کردم، لطفاً شما هم خط به خط بخونید و معنی کنید. یعنی بگید welcome to، خوش آمدید به، نمیدونم classroom directions، نمیدونم جهت ها، دستورالعمل های کلاسی. بخونید صفحه 6، صفحه 7، صفحه 8. بخونید معنی کنید، بخونید معنی کنید. همه جای صفحاتو همونطور که من همه جای صفحات رو براتون خوندم و معنی کردم.
بعد از اینکه خوندید همراه با معنی، صداتون رو ضبط کردید، حالا صداتون رو یه بار دیگه پخش کنید و به صداتون گوش بدید. اما بعد از اینکه هر عبارت یا هر کلمه انگلیسی رو میگید لطفاً استاپ کنید، معنیش رو سعی کنید خودتون به فارسی بگید. بعد دوباره صدای خودتون رو پخش کنید. گوش بدید ببینید معنی که گفتین درسته؟ از کجا میفهمید معنی درسته؟ از اونجایی که تو 3 جلسه گذشته درس ها رو خوب یاد گرفتید، خوب گوش دادید و هر چی من گفتم نوشتید توی کتابتون. متوجه شدید دوستان ازتون خواستم که چه کار کنید؟ پس لطفاً دیکته واژگانی که گفتم رو یاد بگیرید دوستان خوبم. معنی ها رو مسلط بشید، حفظ بکنید کامل و حتما اگر حس میکنید تلفظ واژه‌ای رو یادتون رفته یا خوب یادش نگرفتید به دیکشنری های آنلاین مراجعه بکنید یا به ویدیوهای خود من مراجعه بکنید یه بار دیگه و سعی کنید که اون قسمت رو چند بار گوش بدید و تکرار بکنید. خب بریم سراغ صفحه 9 کتابمون دوستان خوبم و وارد بخش 1 قراره بشیم. ببینیم اینجا چی قراره یاد بگیریم. دوستان تین تو تین واقعا فوق‌العاده است. یعنی نکاتی که یادتون میده واقعا بی‌نظیره. مثالش رو اینجا ببینید چه کار کرده کتاب براتون. گفته تین تو تین فرندز، یعنی دوستان تین تو تین. دوست من فریند نیستا، این چیه؟ فرند. فرند یعنی دوست، فرندز یعنی دوستان. تو این قسمت آبی رنگ زیرش چی نوشته؟ زیرش براتون نوشته، بذارید قبل از اینکه بخونم این مسئله رو براتون بگم. دوست خوبم یادته توی صفحه 6 کتاب وقتی داشتم در مورد حرف الفبا، در مورد حروف الفبا انگلیسی صحبت میکردم، گفتم من خیلی اصراری ندارم که شما مثلا بگید که آقا A صدای مثلا ا میده، نمیدونم B صدای فلان میده. دیدید من اصلا خیلی روی این قسمت تمرکز نکردم و رد شدم از این موضوع. به خاطر اینه که تو دوست من احتمالاً فکر کنی که الان این واژه رو که زیرش خط میکشم، خب احتمالاً فکر کنی که من اینو میخونم connecting. نه دوست من، اینجا دارم حرف او رو میبینم اما کاملا صدای ا میده. connecting اتصال. این که کجا چی چه صدایی میده رو بسپار به من باشه، سر جاش حسابی یادت میدم. حسابی در مورد آواشناسی، در مورد صداشناسی در زبان انگلیسی توی لیول های بعدی با همدیگه توی قسمت های بعدی خوب کار میکنیم و مطمئن باشید که یادتون میدم که چه کار کنید با این قسمت ها. استرس نگیر بگی وای این اوه چرا صدای ا میده. اشکالی نداره، ما با هم یادش میگیریم باشه، بسپار به من. خب پس فعلا بدون که صدای حرف او توی اینجا توی این کلمه صدای ا میده. حفظش کن. connecting یعنی اتصال. دوست من تین میدونی میشه نوجوان، تینز میشه نوجوان ها. پس اتصال نوجوانا around the world، با این the که کاری نداری فعلا چون به حرف من گوش میدی و بچه خوبی هستی. اما around یعنی دوروبر، سر تا سر. around و میدونی که حرف W رو چطور باید تلفظ کنی؟ نباید بگی و، باید بگی و. world. دوست من world یعنی دنیا، یعنی جهان. پس میگه connecting teens around the world، یعنی اتصال نوجوانا در سرتاسر جهان. بچه‌ها یه سری نوجوانن از جاهای مختلف سعی میکنن که با هم دیگه یه ارتباطی برقرار کنن، به هم متصل بشن. در واقع تو این صفحه نکته خفنی که قراره یاد بگیرید دوستان خوبم این هستش که یاد میگیرید توی این صفحه چطور به روش‌های مختلف میتونید به بقیه سلام کنید و اسم و فامیلیتون رو بگید. یعنی فوق‌العاده است. کتاب واقعاً بی‌نظیر طراحی شده. ببین دوست خوبم اینجا رو نگاه کن. این دوست ما، این دختر نازنین، این دختر گل گفته Hi, I'm Julie Diclo. Hi, I'm Julie Diclo. دوست من های یعنی سلام، اما یه سلام خودمونی، یه سلامی که نمیتونی به بزرگتر بگی. مثلا یه بزرگتر رو میبینی نمیگی چطوری؟ ها، مؤدبانه سلام میکنی. پس های یه سلام خودمونیه. دوستتو ببینی میتونی بگی های، اوکی؟ و اما در مورد این قسمت دوست خوبم
فعلا از من یاد بگیر که I'm میشه من هستم. ما تو صفحات جلوتر کامل میخونیم I'm رو. باشه؟ ما I'm رو کامل میخونیم، اما الان از من بپذیر، حفظ کن و یادش بگیر که I'm یعنی من هستم. مطمئن باش جلوتر بهش خواهیم رسید. I'm Julie Diclo. I'm Julie Diclo. میگه سلام، من جولی دیکلو هم. بعدی رو ببین. این یکی گفته Hey. Bruno Klein here. Bruno Klein here. دوستان من Hey اینم یعنی سلام. ما میگیم دیگه به دوستان میرسیم میگیم Hey چطوری؟ اما Hey حتی از هایم خودمونی تره. پس Hey و خیلی حتی به خانواده‌ام نمیگیم. خیلی باید با یکی صمیمی باشیم بهش بگیم Hey. چون خیلی غیر رسمیه. ها اوکی؟ پس Hey هم یعنی سلام. این اسم و فامیلیشو گفته و آخرش گفته here. دوستان من here یعنی اینجا. گفته سلام برونو کلین اینجاست. برونو کلین here. اوکی؟ حالا خیلی به معنی اینجا نیست توی این جمله کلمه here، ولی خب خیلی هم بی‌معنی نیست اگر همون اینجا معنیش کنیم. اونم یعنی سلام، من برونو کلین هستم. اوکی؟ نوجوان بعدی رو ببین دوست من. گفته hello I'm gone you. یه سلام رسمی hello که همه جا شنیدیش. به هر کسی که تو زندگی دیدی میتونی بگی hello، هیچ اشکالی نداره. و I'm gone you، من gone you هستم. گفتم از من بپذیر، بدان و آگاه باش که I'm میشه من هستم. بریم سراغ نوجوان بعدی. دوست من به اینجا دقت کن. گفته I'm Daniel Campos. I'm Daniel Campos. hello من فلانی هستم. سلام. یعنی میتونم سلام رو آخر هم بیارم. اینجا تو این 3 نفر سلام رو ابتدای جمله آورده بود، اما این دوستمون ببین سلام رو آخر جمله آورده. گفته من فلانی هم سلام. I'm Daniel Campos. hello. بعدی رو ببین دوست خوب من. اینجا Hi I'm Sue Berkan. سلام، من سو برکان هستم. اینم هیچ نکته خاصی فعلا برامون نداشت. بریم سراغ بعدی. این نکته خیلی مهمی داره این دوست نوجوانمون. گفته I'm هنالی. من هنالی هستم. های سلام. اینم های رو، سلام رو آخر معرفی اسم و فامیلش آورده. و مهم به شدت مهم، دوست من ستاره بزن، هایلایت کن، رنگی کن، قلب بکش، گل بکش، هر کاری که دوست داری انجام بده. خب ولی بدون که این جمله خیلی برام مهمه. nice to meet you. دوستان nice to meet you خیلی عبارت مهمیه. لطفاً حفظش کنید. اگر جلسات بعدی من گفتم hey I'm دکتر ماجیک nice to meet you، باید بدونید که معنیش چیه. ها دارید یادش میگیرید. معلومه که حفظش میکنید و یادش میگیرید. دوستان من nice to meet you یعنی از دیدنت شما خوشحالم. از دیدنت خوشحال شدم. از ملاقاتت خوشحالم. دوست من بدان و آگاه باش که میت میشه ملاقات کردن. میت میشه ملاقات کردن. عزیز من دقت کردی که من نگفتم ملاقات؟ گفتم چی؟ گفتم ملاقات کردن. اوکی؟ میت میشه ملاقات کردن. یو رو بلدی که میشه تو یا شما. تورم بلدی که حرف اضافه است، مگه نه؟ و اما نایس. نایس رو حتما شنیدی، یعنی خوب، ناز. اوکی؟ میگه نازه که ملاقاتت کردم. خوبه، نازه، کیوته که تو رو دیدم. اما خب اینجوری معنیش نمی کنیم دیگه ها. میگیم چی؟ میگیم از دیدنت خوشحالم. از ملاقات با شما خرسندم. یه همچین معنی داره. و اما بریم سراغ 3 نوجوان گل بعدیمون. دوستان خوبم، این دختر گل رو نگاه کنید. گفته hello I'm Sandra Pacheco. ساندرا پوچکو. گفته سلام، من ساندرا پوچکو هستم. اینم نکته خیلی خاصی نداشت دوستان من. اینجام که همینطور بازم نکته خاصی نداره. گفته آدم لوکاس. آدم لوکاس here. های. آدم لوکاس here. های. این مثل این دوستمون اومده اسم و فامیلیشو گفته، here رو گفته. فقط فرقش اینه که این واژه سلام رو ابتدای جمله آورده، این انتهای جمله آورده. این دوستمونم که گفته هلو خیلی رسمی و معمول سلام علیک کرده و خودشو معرفی کرده. و دوست آخرمونم گفته and I'm Anna Costa. های. و
من هستم آناکاستا. سلام. اوکی؟ خب دوستان من، ما اینجا چند تا نوجوان گل داریم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ما 9 تا نوجوان داریم. میخوام به جای اسم و فامیل این 9 تا نوجوان لطفاً اسم و فامیل خودتو بنویسی و این جمله ها رو مجدد بازنویسی کنی. یعنی چی؟ یعنی این. ببین دوست من، یعنی توی دفترت این جمله رو میبینی چی نوشته؟ نوشته های I'm فلانی. تو هم مینویسی های I'm، حالا اسمت هر چی هست مینویسی، هم اسم تو هم فامیلی تو. بعدی hey، مثلا اسم و فامیلی تو مینویسی here. اوکی؟ بعدی چی گفته؟ این دوستمون گفته I'm فلانی hello. اوکی؟ لطفاً با اسم و فامیلی خودت تمام این 9 تا جمله رو بازنویسی کن دوست من. باشه؟ خیلی ممنون ازت. بریم سراغ بخش پایانی این جلسمون. این قسمت نارنجی رنگ رو با هم داشته باشیم. اجازه بدید من رنگ قلم رو عوض بکنم. خیلی خوب. گفته meet the teen to teen friends in units 3, 6, 9 and 12 and in the teen to teen friends magazine. دوست من، همین بالا گفتم میت میشه ملاقات کردن. میگه ملاقات کنید، با این ذ که کاری ندارم. میگه ملاقات کنید دوستان تین تو تین رو. friends تین تو تین. ملاقات کنید دوستان تین تو تین رو. این یعنی در. دوستان من، این مثل تو، مثل ات حرف اضافه است. میگه دوستان تین تو تین رو در کجا ملاقات کنید؟ in units. دوست من، unit یعنی بخش، فصل. میگه در بخش‌های یا در فصل‌های 3، 6، 9 و 12 دوستان تین تو تین رو ملاقات کنید. و and in the teen to teen friends magazine. دوست من، مگزین یعنی مجله. میگه و در مجله دوستان تین تو تین. اوکی؟ پس گفته دوستان تین تو تین رو میتونید برید تو یونیت های، تو فصل های، تو بخش های 3، 6، 9، 12 و تو مجله دوستان تین تو تین ملاقات کنید. خب همونطور که میبینید جلسه بعدیمون وارد فصل یا یونیت یا بخش 1 کتابتون میشیم. همونطور که توی جلسه معرفی خدمتتون عرض کردم کتاب 12 بخش داره. ما در جلسه بعدی تازه وارد بخش اول کتاب به شکل رسمی میشیم. لطفاً کارهایی که این جلسه ازتون خواستم حتما انجام بدید. به علاوه این که یادت نره دوست من به فایل شماره 14 حتما گوش بده. امیدوارم که عالی تا اینجا با هم پیش اومده باشی و مطمئن باش که از اینجا به بعد هم عالی پیش خواهی رفت. کاری با گرامر و واژگانت میکنم که وقتی از کانال یوتیوب دکتر ماجیک انگلیش بیرون رفتی به هیچ چیز دیگه نیاز نداشته باشی به جز اینکه تو دوره‌های مخصوص آیلتس شرکت کنی و بری آیلتس یا تافل امتحان بدی و تو زندگیت حالشو ببری. از اینکه یک بار یه جا یه نفر حسابی کار درست همه چیز زبان رو یادت داد، اونم یه جوری که تو بفهمی. دوست من، اگر نظری داشتی خیلی خوشحال میشم که نظرت رو حتما در موردش مطلع بشم. اگر سوالی داشتی حتما از من بپرس. برات بهترین ها رو میخوام. هر کجای این زمین زیبا هستی مراقب خودت باش. جلسه بعد میبینمت. بدرود.